پوزیشن من رو فقط نگید، فقط قیچی رو من میخوام. اوکی بریم. خیالت نباشه بریم. 3 2 1 برو. خب آقا یه بار دیگه من توضیح میدم. دست تخصصی انگشت حلقه بین بند 1 و 2 میاد روی تیغه ثابتم روی این حلقه وای میسته. اوکی. انگشت کوچیک میاد روی این ریله قرار میگیره به این صورت. انگشت کوچیک به سمت پایین، انگشت حلقه به سمت بالا. یه فشار خیلی ریز مختصر میده که دیگه قیچی من نیفته. میخوام برم روی پوزیشن 1 قیچیم. میام با انگشت اشاره‌ام تیغه رو میبرم انتها، یعنی تو بند آخرش میبرم. این همچنان بین بند 1 و 2 اینم که سر جاشه. اوکی. این دو تا انگشتم قشنگ میخوابه روی تیغه. دستمو سفت نمیگیرم، شست داخل نمیره، روی ناخن باز میکنه، گوشت پایینش میبنده. این میشه پوزیشن 1. دست به اون هیچ عنوان سیخ وای نمیسته. این میشه پوزیشن 1. اگر دیدی 4 تا انگشت تکون میخوره، 2 تا انگشت رو بذاریم پایین، فقط شست. تمرکزت فقط